با سلام. در ادامه ویدئوهای قبلی در مورد MS خاموش ادامه اون رو روی فرایندهای شناختی قبل از تمرکز توضیح میدیم. در این حالت پردازش و سرعت عمل و ذهنی مورد تاثیر قرار میگیره. فرد ممکنه هنگام حل مسائل ذهنی یا مسائل پیچیده احساس کنه که بعضی جا گیر میکنه و توانایی جابجایی بین افکار رو نداره، یعنی نمیتونه افکارش رو متمرکز کنه یا اونا رو هماهنگ کنه. این میتونه یکی از علائم MS خاموش باشه. البته باز تاکید میکنم همه این علائم خیلی زودگذر هستن و خفیفن، ولی نشانه هایی از MS خاموش هستن که قابل پیگیری هستن. گاهی وقتهای سرگیجه همراه با کاهش حافظه میشه که باعث میشه که شخص موقع که سرگیجه میگیره یا کاری رو که میخواست انجام بده اصلا فراموش کنه یا به یاد نیاره که چه کاری میخواست انجام بده. اینا میتونن تو ذهن باشن ولی ماندگار نیستن، به زودی رفع میشن و معمولا با ساده انگاری این مسائل ما میتونیم به پیشرفت این بیماری کمک کنیم. مثلا ممکنه یه چیز ساده، مثلا از یکی بپرسن که سال تولد مادرت چی بوده یا روز تولد مادرت کی بوده. اینا یه چیزاییه که این چیزایی که شخص معمولا مثلا در مورد مادر همیشه یادش میمونه، ولی طرف با تمرکز جواب میده، مثل که بخواد یادآوری کنه یا تو قسمت های حافظه کوتاه مدتش دنبال اونا بگرده. اینا از علائم MS خاموشه که میتونه زنگ خطری برای ادامه اون باشه. پس باید هر کدوم از این علائمی که تا کنون خدمتتون عرض کردم دیدید حتما به پزشک مراجعه کنید، انشالله که مشکلی نباشه و علائم عادی زندگی باشه. ولی پیشگیری همیشه بهتر از درمانه. هزینه پیشگیری همیشه کمتر از درمانه. اینه که توصیه میشه هر گونه از این علائم در شما دیده شد حتما به پزشک مراجعه کنید.